آیا ندیدی که خداوند ابر را به آرامی میراند، سپس میان آن پیوند میدهد، بعد آن را متراکم میسازد، پس قطره های باران را میبینی که از لابلای آن بیرون میآیند و از آسمان، از کوهایی که در آن است، ژاله را فرو میریزد. پس هر کی را بخواهد به آن مصاب می کند و هر کی را بخواهد از آن باز می دارد. نزدیک است روشنی برق آن دیده ها را برو باید. خداوند شب و روز را به یکدیگر تبدیل می کند و بیگمان در آن برای صاحبان بصیرت عبرتی است. خداوند هر جانوری را از آب آفریده است. بعضی از اینها بر شکم خود می خزند، بعضی از ایشان بر دو پای خود راه می روند و بعضی از ایشان بر 4 پا راه می روند. خداوند هرچی را بخواهد می آفریند. حقا که خداوند بر هر چیز تواناست.